به خونه خودم برگشتم. من اصفهانی هم 18 سالم که بود کرمان دانشگاه قبول شدم. 2 سال رادیولوژی شهید باهنر میخوندم فوق دیپلم، بعدش هم چند سال شیمی دانشگاه آزاد کرمان، یعنی از سال 63 تا 69 کرمان زندگی کردم که خب تو اون سالها اکثر شما به دنیا نیامده بودید، میشه حدوداً 40 سال پیش، 63 تا 69 میشه 34 سال پیش. ولی اون 6 سالی که کرمان بودم، همین باغ ملی و چهارراه کاظمی و چهارراه طماسه‌آباد و اینا بهترین سالهای زندگی من بوده. یعنی هنوز با خاطرات اون 6 سال دارم زندگی میکنم. من یه چیز جالبی که خدمتتون بگم اینه که اول کار که کرمان قبول شده بودم هر هفته میرفتم اصفهان. بچه ننه بودم و تا حالا از خانواده دور نشده بودم و جدا نشده بودم اینا، هر هفته خب مسافتم زیاد بود، ولی بعدش اینقدر تو کرمان خوش گذشت و اینقدر شما کرمانی ها خونگرمین و اینقدر اینجا رو وطن خودم اسم کردم که درسم که تموم شد 6-7 ماه موندم کرمان. یعنی درسی نبود، دانشگاهی نبود، ولی مادرم میگفت پاشو بیا، میگفتم نه من کرمان بهم بیشتر از هر جای دیگه خوش میگذره. 6 ماه همینجور بی خود موندم کرمان تا بالاخره دل کندم و رفتم و الان خیلی خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم، خیلی زیاد. بله مرسی که تشریف آوردید. من خیلی خوشحالم با این اتفاقی که افتاد. خیلی لطف کرد آقای سعد که دعوت منو پذیرفتن. تقریبا فکر کنم 1 سال در ارتباط بودیم تا این اتفاق شکل گرفت. خب محبوبیت و نازنینی و عزیزی اونقدر از ایشون میباره که وقت نمیشه ما این چیز کنیم. صفحه آخر یه روزنامه چاپ شد و به صورت اتفاقی از من یه یادداشتی خواسته بودن، یه ستون کوچیکی. وقتی که من نوشتم هفته بعد دوباره گفتن یکی دیگه بنویس، یه دونه دیگه، و این دوتا توی تاکسی بود از سر اتفاق. بعد مسئول صفحه آخر گفت که میشه که یه مدتی صفحه آخر یه داستانی بنویسی که توی تاکسی بگذره. این یه مدتی شد 15 سال، یعنی 15 سال هر پنجشنبه من اگه سفر بودم، حذر، خوشحال، ناراحت، اگه از اقوام و دوستان کسی فوت شده بود، اگه عروسی بود، هرچی 15 سال تمام پنجشنبه ها من این چهارشنبه این یادداشت رو می‌نوشتم میفرستادم و پنجشنبه این تو روزنامه چاپ می‌شد. یه دوره تو روزنامه اعتماد بود صفحه آخر، بعد اعتماد یه مدتی توقیف شد، تو شرق بود، بعد دوباره شرق توقیف شد، برگشت به اعتماد از سال 86 تا سال 1401، 2 سال پیش. و از 2 سال پیش هم دیگه نوشته نشد. اینا 120 چند تاشه، یه 400 تا دیگه هم هست که فعلا هست. جانم دن پیاز که پنجشنبه 16 آذر 1391 این توی روزنامه منتشر شده. راننده مسن بود، 70 سالی داشت، شاید هم بیشتر. فکر کردم حتما برایش سخت است که با این سن و سال هنوز پشت فرمان بنشیند یا می نشیند. پرسیدم رانندگی براتون سخت نیست؟ گفت تو خونه نمیتونم بشینم، بند نمیشم، هیچ جا بند نمیشم، همش باید بچرخم. پرسیدم چرا؟ راننده گفت فکر و خیال. وقتی پشت فرمونم فکر و خیال کمتر اذیتم میکنه. گفتم ببخشید فضولی میکنم، میشه بپرسم به چی فکر میکنی؟ راننده گفت به عشقم. فکر نمی‌کردم در این سن و سال کسی چنین عشق آتشینی داشته باشد. پرسیدم یعنی همش به همسرتون فکر میکنی؟ راننده گفت نه، به عشقم فکر میکنم. نگاهش کردم ببینم دارد شوخی میکند یا نه، جدی میگفت. گفت نرسیدم بهش ولی هنوز فکرش با منه. پرسیدم کجان؟ راننده گفت نمیدونم. بعد گفت تو خونه همیشه رنده کردن پیاز با منه، هم سبک میشم هم پیازا رنده میشه. مدتی سکوت شد. راننده توی فکر بود. بعد گفت دوره ما رسم نبود مردا گریه کنند،
و با دستمالی چشمایش رو پاک کرد. مرسی. خیلی خوشحالم که خدمت شما، کاش زمانی بود که بیشتر با هم صحبت میکردیم. امیدوارم آبان بازم منو کرمان دعوت کنه و من بازم بیام به شهری که بهترین شهر زندگی منه و بهترین خاطراتم از زندگی توی این شهر بوده. خیلی متشکرم. ببخشید دوستان، از همین خواستم بگم بی ربط بود.